فکش که شکسته کاملا مشخصه داره فک جامو میشه، از سینفیزش هم شکسته. انشالله فقط همین یه تیکی باشه. آره خب رو شد این قسمت های مهمترش TMGش مشکلی نداره. از پایان جراحی فک برای گربه که امدادش کردیم، زیر جراحی عقیم هم شد و چند تا از دندوناش هم که خراب بود دکتر کشید. جونم بابایی خوب میشی، قربونت برم. جونم خوب میشی، فدات شم. خسته نخور.